بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان گرامی سلام. آرزومندم که صحتمند و سلامت باشید. در این ویدیو در ارتباط به موضوع هدایت برقی محلول ها فعالیت عملی را اجرا می نمایم. آیا تمام محلول ها هدایت برقی دارند؟ مواد و وسایل مورد ضرورت این فعالیت عبارتند از بیکر، آب مقطر، آب نل، لیمو، مایع ظرفشویی، مقداری از بوره، مقداری از نمک، الکل، قاشق، میله شوردهنده، چاقو، باتری، سیم برق، لامپ که اندازه لامپ نظر به ولتاژی که در اختیار دارین میتونین انتخاب کنین. روش کار چگونه است؟ در مرحله اول در این بیکر مقداری از آب نل میریزیم. و در متباقی از بیکرها مقداری از آب مقطر اضافه می کنم. و حال در این بیکر مقداری از مایع ظرفشویی اضافه می کنم و یک محلول قلوی آماده شود. در بیکر دیگر مقداری از آب لیمو را اضافه می کنیم تا یک محلول تیزابی آماده شود. بیکر سومی تنها به مقطر است، همینطور حفظ می کنیم. بیکر چهارمی مقدار کمی از الکل می ریزیم تا یک محلول الکلی آماده شود. در این بیکر مقداری از نمک می اندازم تا یک محلول از نمک طعام آماده شود و در بیکر ششمی مقداری از بوره را می اندازم و یک محلول از بوره را آماده می کنم. محلول ها آماده شد. دوره برقی که ما را قبلا آماده کردیم از 3 باتری یا بالتی، 2 سیم برق که ارتباط داره با یک لامپ کوچک و یک قسمتی از این دوره را قطع کردیم. هرگاه قسمت های قطع شده را با همدیگه وصل کنم، برق هدایت پیدا میکنه و لامپ روشن میشه. حال به خاطر از این که بدانم آیا محلول هایی که آماده کردیم هدایت برقی داره یا نداره، قسمت های قطع شده دوره برقی را طور داخل از این محلول ها می کنم که با همدیگه ارتباط نداشته باشه. اگر لامپ روشن شد، بناهن همون محلول هدایت الکتریکی یا هدایت برقی را داره و اگر لامپ روشن نشد، محلول هدایت برقی را نداره.
از این فعالیت به این نتیجه می رسیم که تمام محلول ها هدایت برقی ندارند. محلول های الکترولیت برق را از خود انتقال می دهند، اما محلول های غیر الکترولیت این خاصیت را ندارد. هرگاه ماده منحله در محلل حل شود و با آیون های مثبت و منفی تجزیه شوند، تشکیل محلول های الکترولیت را می کنند. محلول های الکترولیت توانایی انتقال برق را دارند که همین انتقال برق در محلول ها به عهده از آیون های موجود در محلول می باشد. محلول های مرکبات آیونی هدایت برقی را دارند. نمک غیر عضوی منحل در آب، تیزاب‌ها، هیدروکسیدها محلول های الکترولیت تشکیل می دهد. در محلول های غیر الکترولیت ماده منحله در محلل به شکل مولکولی حل می شود، یعنی که با آیون های مثبت و منفی تجزیه نمی شود، بنابراین هدایت برقی ندارند. اکثر مرکبات غیر عضوی مانند الکل، ایتر، قندها مرکبات اند که باعث تشکیل محلول های غیر الکترولیت می شود. امیدوارم که این فعالیت برایتان مفید واقع شود. بیننده ویدیوهای بعدی ما باشید. تا اجرای فعالیت بعدی خداوند یار و نگهدار.